موضوع مهم در تعیین قیمت عبارت هست از وجود رقابت. یه موقع رقابت کامله، یعنی اینکه تمام عرضه کنندگان و تولید کنندگان همدیگر رو میشناسن، اطلاعات کامل از بازار وجود داره، قیمت ها در سراسر بازار مشخصه، همه میدونن که مثلا این کالا چقدر قیمتشه. مثل فرض بفرمایید یک بازار دام که در روستاها هست، اینو میگن یه بازار رقابت کامل. وقتی میری اونجا معلومه که چند تا گوسفند فروشه و هر کدوم چه قیمتی رو دارن میگن و تو میتونی ارزون ترین قیمت و بهترین گوسفند رو انتخاب کنی. یعنی کالاهام در اونجا مشابهه، همه بدون تبلیغه که یک گوسفندی رو مثلا رنگ زده باشن و فلان، همه مشابه کالا. اینجا بازار رقابت کامل.